روزی 22 январ ساکنان و فعالان شهر اسفره و ناحیه بادکن در گذرگاه گلستان جمع آمدند و طریق حشر راه نزد مرزی را تازه کردند. در این باره بهاودین بهادرزاده شهردار اسفره به رادیو آزادی خبر داد و گفت که همتای قرغیزی او رئیس ناحیه بادکند اوچقونبек جاروباєв نیز در این تشبث همراه بود. در چند نواری که زبیدالله شامدوف سخنگوی حکومت شهر اسفره به رادیو آزادی فرستاد دیده می شود که دیگر نمایندگان مقامات های قدرتی به مثل ریاست سرحدبانی و حفظ ترتیبات نیز در آن حضور دارند. با گفته شامدوف در این حشر ساکنان نزد مرزی دو کشور با پاککاری راهها و جویبارهای منطقه گذرگاه بین گلستان اسفره و قزلبیل بادکند از پرتاب و لای مشغول شدند. در آن معرکه بیش از 400 نفر اشتراک کرده پس از انجام پاکسازی ساکنان هر دو ناحیه یکجویه خوراک نصف روزی و آش دوستی تناول کردند. همچنین گفته شد که هموارکنی راه آغاز گردیده و منفرش‌کنی در روزهای نزدیک شروع می‌گردد. این برای اولین بار است که ساکنان نزد مرزی بعد بسته شدن مرزها در یکجایگی به حشر برآمده دست جمعانه برای آبادکاری‌ها در مرز سهمگذاری می‌کنند. مسئولان محلی تاکید می‌کنند که این اقدام قدمی جدی برای بازگشایی مرز ارزیابی می‌گردد. ماه دکبر سال گذشته نمایندگان رسمی تاجیکستان و قرغیزستان خبر دادند که معین کنی سرحد دولتی بین کشورها به انجام رسیده است و گروه‌های کاری روند تهیه حجت‌های نهایی تعیین مرز را آغاز کردند. بعد آن روز 8 ینوار در مرز میان اسفره و بادکن ملاقات سروزیران تاجیکستان، قرغیزستان و ازبکستان به وقوع پیوست. تقریباً 4 سال آخر سرحد تاجیکستان و قرغیزستان بسته است. سبب آن را مسئولان دو دولت به جریان داشتن علامتگذاری مرزی ربط می‌دادند. نامعین بودن خط سرحد بین دو کشور همسایه سالهای 2021 و 2022 سبب مناقشه خونین شده و از جانب تاجیکستان و هم از طرف قرغیزستان ده‌ها نفر کشته و مجروح شدند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر اسفره.